برای چی ما همین قدر مهر و محبت زیاد در همین فابرلیک کردگیم که حتی فکر ما را دمیلچه کردگی. پدرچنی упаковка این یکی از چیزی مهم است. پاکتی که تو توفه میکنی بزه باشه همه آدم دم نیپریاتنی خود دم نیپریاتنی توفه کردن. و در شرکت فابرلیک همچنان پدرچنی پاکتو упаковкаи коробкаги میتونین در اونش پری قنده کنین یا یگم پلیتکا مونن یا یگم دوخی مونن برای کودکان، برای یک پرفیوم یا که یگم دوخی یا که یگم چالا یا سپیچکای تیلو فرقیت نداره. упаковкаҳои کلون همه نمودش دمیلچه حتی پاکتی کلونش که شما میتونین یگم پاستلنی بیلیو چیزی که خواهین میگیرین. مال و محصولات کمپانی رم که ما کارگرای فابرلیک به یگم کس توفه کنیم با انا همین پدرکاهای خوشرو که نادپیسی فابرلیک دارن هدیه میکنیم و در پیش ما را سال نوی میلادی برای سادیک و برای مکتب باید که به شخصانی که فرزندای ما را تربیت میکنن درس میتین میآموزونن توفه کنیم. و عید قربان، عید رمضان و عید بهار که ما باید که یگم ایدم نگاه نکنیم، همه وقت برای مادرمون، اپامون، برادر و پدر و مادرمون همه وقت توفه های زیبا با انا همین خیلی پدرچنی پاکت های زیبا توفه کنیم، باز هم مهر و محبت اویلمون قوی تر گردانیم. برای این معلومات بیشتر و زکات شما میتونین در واتساپ ما مراجعت کنین.